ببین شهریه اینجا 12 جلسه 7 تومنه. اینجوری هم نیستش که 2 جلسه بیای 4 ماه بعد بیای بگی من 10 جلسه مونده. من خودم ختم این کار کشته بازیام. 12 جلسه تو 30 روز. ساعت 12 میبندیم. اینجوری نیست 11 و نیم ورود بزنی تا یک شب تمرین کنی. اگه تا 12 تموم شد رفتی بیرون که هیچ. اگه نه تو میمونی و باشگاه و در بسته و اصغر میل هالتر مسئول جابجایی دمبلا تا صبح باهات کلاس خصوصی برمی‌داره. فکر نکن 6 ماه اومدی فاز رفاقت بگیری حق آب و گل داری. من اینجا خودم هم حق آب و گل ندارم. من خودم شهریه‌هامو ندادم باشگاه زدم. دوربازو تیشرتو گرفت نمیای فاز مربی بگیری پود و دارو تقلبی فشار بدی به بچهای مردم. فیتنس ترینر رو تو ویو پیجت ببینم همین وسط با میل هالتر فلکت میکنم. دارو چی؟ تزریقش هم ممنوعه. ولی اگه 1% خواستی این غلطو کنی تو دستشویی جوری که ما نفهمیم به اسم نوروبیون تو این باشگاه درست میشماری. اک او ا نداریم. 1 2 3 یا تو دلت. اینجا دعوا نمی‌کنی بگی رژیم بودم اعصابم خورد بود. اعصابت نمیکشه رژیم نمیگیری. عکس جلو آینه ممنوعه. عکس نمیگیری اون هیکل آب گوشتیت بعد شارتلس رو ببری بالا کاتت بزنه بیرون بفرستی واسه دوست دختر پلنگت. اینجا آتلیه نیست. اینستا رو وا کنم ببینم فیلم و عکس تمرین گذاشتی با جمله فاز انگیزشی و موفقیت میدم دست اصغر انجام بده عملیاتتو با موفقیت. تردمیلم ارث پدرت نیست. نهایتا نیم ساعت بعد هموم لیفو کجا میذاری؟ اینجام دنبل بذار سر جاش. میگن عرق کردن نشونه سلامتی ولی بوی عرق تو سلامتی ما رو داره به خطر میندازه. به کش پایین اومدم. مگه ممنون نیست؟ نوروبیانه. به من گفته نوروبیان مگه مشکل داره؟